دوستان عزیز در ناحیه فرخار قرار داریم در باغی قربان نظر. من اینجا بادام شنونده است. همین بادام کی شنونده قربان نظر جون؟ این بادام همین سال. همین سال؟ بله. او 3 متر شده است کو؟ بله یک سال همین سال شنونده. این چیکار کرده است که اینقدر بلند شده است؟ این هم وقتی شنوندم قطعی نیترامفوسا اینم یک نهال دام مثلا یک پیوله نیترامفوسا خو قطعی ارلا کاش شنوندم در خور وقتی شنوندم پرو نه پرو موما نمیریز در رشا نیترامفوس این بهترین دارو است. بله دوستان عزیز بعد آب لغت میکنه ده؟ طرف آب ماه ایول وقتی آخریه ایول بله دهن همی گرمی وقت آخریش است. بله این از همین بادام هست. این بادامایی که هم خیلی میبنده نه؟ بله این خروستال یا ما هم بادام ببینید بادامش رو خروستال چه خیلی بستگی است. بله هم خروستال خروستال این 5 ساله 5 ساله؟ بله آفرین این بده. همون جولا و چیز زد رزونده شد یعنی همه این شکسته کنه. این طرف هم شنوندی بو؟ بله این طرف هم یه 2 ساله هستن. وش 2 ساله؟ اینش 2 ساله؟ بله یه 2 ساله. چی در کار که بادام اینقدر من جگوری خوشمش است جگوری ابین؟ قربان نظر؟ فایده بادام دارد جگوری ندارد که. فایده ندارد این؟ بله فایده ندارد بادام. خیر رسیده نرفتی؟ نه رسیده چی در کار؟ چی با؟ و رسیده پول نقص کار میکنن که؟ همینجا هم نقص کار میکنی. از کدام حساب؟ کیلو بادام 1 کیلوش 100 میفروشی نقص نیست؟ و همه این خیلی نمیفروشد که؟ خیلی برای ایرا چی کردن اکاد مهنت کردن در کار. برای چی؟ دوان در کار. برای چی؟ برای قدر شیدن مقصد حاصل بتاو بعد ایرا با فروش بری بعد کیلوش 100 سومون. بارک الله. درست برای کیلو این رو 100 سوم بازار بردن مهنت کردن در کار. برای باغ رو درست کردن مهنت کردن در کار. بله. قربان نظر در حقیقت در فرخار مهنت کرده است. باغ رو به طور عالمانه به طور عاقلانه نگاهبین کرده است و بادام هایی کرده است که 100 سوم میفروشد. آش شود قربان نظر به این مهنتت حاضر این زمان چند درجه باشد هوا؟ حاضر یکم 35 گراد زیاد. نه امروز 35 دینه و پریروز چند بود؟ زیاد بود خیلی زیاد بود. 40 گراد زیاد بود 45 بود ها؟ بله. شما در همین 45 گراد برآمده کار میکنید؟ بله. خوب نمیروید؟ نه. دوستان عزیز مرحمت. شام میرای. خوب شام میروید. درست. انا دوستان عزیز مرحمت. از این نهال ما داریم نهال بادام یک جان تشکر میگیم ما به قربان نظر از این بادام هایش. خدا نگهبانت باشد قربان نظر جان. با تو برای کار. سلامت باشی اکا جان.